باز هم در خدمت شما هستیم به اتفاق مهمانان عزیز برنامه که از یک سو کارشناسان هستند و از یک سو حضار پرسشگر و عزیزی که ما در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم شما نبودید. و من هم سلام میکنم به آیات حضار و حجج فیلمبرداران و علمای اتاق فرمان و همینطور خدمت حاج آقا فکتلا که حرف مف بزنی شروور تفدی میزنم دهنتو پر کار میکنم. اولین سوال رو کدوم یکی از دوستان طرح میکنن؟ بفرمایید از همین جلو آغاز بفرمایید سوال رو. سلام عرض میکنم خدمت جناب مهندسی و آقای جان نثاری. لطف میکنید بایستید که تصویرتون رو بهتر داشته باشم. ممنونم. اولین سوالی که به ذهن انسان میرسه، حالا هم سن و سالای من بیشتر، اینه که اصلا تعریف گناه چیه؟ گناه در مکتب ولایت واسه خودش سلسله مراتبی داره. یه سری هستن های گناهن، یعنی کمربند مشکی گناهو دارن، مثل امام و مقام عظما. یه سری هستن حاصل گناهن. یه سری هم مثل ما طلبه ها تازه داریم گناه در میاریم، یعنی تازه کاریم توی همین وادی گناه داریم تاتی تاتی میکنیم. مثلا همین حاجی فکتلا رو شما نشون بدن دوستان، حاجی فکتلا رو شما نگاه کنید، گناهندوده، گناه کده است. در هر صورت هر چی که هست گناه چیز توپیه، یعنی قانع کننده بود. فقط من راجع به این طغیان کردن میدونم که انسان رو اصلا عصیانگر آفریدن. حتی حضرت آدم که میره به سمت درخت و اون میوه ممنوعه رو میخوره، باز همین گناه و معصیت تعریف میشه. معلومه گناه تعریف میشه، معلومه که گناه تعریف میشه. ببین تو هر کاری کنی گناهه، بی خود سر خودت هم شیره نمال. بری سمت درخت گناهه، درخت بیاد سمت تو اونم گناهه، از درخت بری بالا گناهه، درخت بره بالای تو اونم گناهه، مگه اینکه تنفیذ حکومتی داشته باشی، یعنی امضای مقام عظما پاش باشه. خب سوال بعدی خواهش میکنم. به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسان محترم. من توی یه روایتی خوندم که گناهی که ما رو نزد خدا شرمنده کنه بهتر از انجام کار خیریه که ما رو مغرور کنه. خب با توجه به این روایت صرف و انجام گناه نیست؟ دو تا 4 تا دیگه ماکسیموم 5 تا طبعا صرف و انجام گناهه. خب هر کی ندیده بره خونه سردار محصولی رو ببینه میصرفه نمیصرفه. بعد شما همچین میفرمایید شرمنده که یکی ندونه فکر میکنه اونایی که گناه میکنن پیشونوشون زیگیل در میاره. شما بنده رو توجه کنید اصلا زیگیلی هست غیر از این یه تیکه که اینجا در اومده. خب آدم یه دفعه میکنه شرمنده میشه، 2 دفعه گناه میکنی شرمنده میشی، بار سوم خود را دستت عادت میکنی. الان من خودم دیدم خود جناب آقای گناه جلو مقام عظما خیس شرمه. به قول یارو گفتنی گناه کرد در بلخ آهنگری، بهش هی دادن وام کارگری. این دیگه حرف قدماست. کدوم یکی از عزیزان سوال داشتن؟ خب شما بفرمایید خواهش میکنم. سلام علیکم. عرض خدمت شما که حقیقت من راضی نیستم که از اینکه به دنیا اومدم. دلیلش این است که اگه به دنیا نمی اومدم، زیرا که شاید گناه نمی کردم و مستحق عذاب نمی شدم. حقیقت الان که گفتی دیدم منم همچین راضی نیستم از اینکه تو به دنیا اومدی. بعید میدونم حضار محترمم راضی باشن. حالا تو که وضعیتت مشخصه، ولی واقعا پدر مادرت مستحق عذاب علیمن که همچین. بعد یکی از بسیجیان مثل تو بود همین موضوع رو با من در میون گذاشت. حالا آقای مجری خودشون در جریان هستن، اومد گفت تو صحبتشو کرد اینا. گفتم خب بابا تو که وضعیت اینا، برو خودتو بکش، برو خودتو بکش. بعد خبر اومد خودشو دار زده، ولی علت مرگش خیلی مشکوک بود. گفتن ضربه مغزی شده. ما تعجب، نگاه چرا ضربه مغزی شده؟ طرف خودشو دار زده. دیدم احمق خودش رفته با کش دار زده. دار زده بالا پایین تق توق میخورد، بالا سقف بالا بخورد زمین بخورد فلان. در خود ضربه مغزی میشه دیگه. خب سوال بعدی.
من میخواستم بدونم اینی که حوادث طبیعی رو به گناه نسبت میدن، مثل زلزله، طوفان یا سیل، که میگن این گناه اهل اون دیاره، چقدر درسته؟ چقدر؟ تقریبا اینقدر درسته. البته این یه بحث پیچیده فیزیوفقهی رو میطلبه. بستگی داره گناه کجا انجام بدی شما. اگه گناه تو منطقه کوهستانی بکنی سیل میاد. اگه نه سمت ژاپن اون طرفا گناه کنی زلزله میاد. حالا من خودم نمیدونم تو بیت ولایت کی داره قایمکی پشت دیوار جا یه جایی داره گناه منا میکنه که همچین تعبوی سیل و زلزله داره با هم میاد. سوال بعدی. آیا عذاب‌هایی که خدا و پیامبران برای گناهان وعده دادن خیلی زیاد نیست؟ مثلا برای گناه 1 ساعت 1000 سال عذاب در جهنم، آیا این منصفانه است؟ چی؟ 1 ساعت گناه کردی؟ بعد اومدی تو این برنامه صاف تو روی من وایسادی داری اشاعه منکر میکنی؟ بعد میگی چرا 1000 سال جهنم؟ بابا اون موقع که گناه میکردی ساعت رو نگاه نکردی؟ بعد حالا اومدی طلبکار 1000 سال جهنم ما شدی؟ دیگه الان نه راه پس داری نه راه پیش. عین اون وضعیت مقام عظما که نه راه پس داره نه راه پیش. این آدمی میمونه که رو اره نشسته باشه، نمیتونه بره رو پس، نمیتونه بره پیش. دوستان خوبم، بیاین خدا رو بیش از این منتظر نگذاریم و به سمت او پرواز کنیم. آره شما میخوای از همون طریق دلت پرواز کن، برو. من حاجی فکتالا میندازم این کوچه پشتی میایم، یه وقت تو هوا هم دیگه نخوریم.